همه ما میدونیم بین ریستریتو، اسپرسو و لانگو تفاوت‌هایی هست. ریستریتو درجه آسیاب ریزتری داره و معمولا نسبت 1:1 تا 1.5 داره. یعنی اگه 20 گرم قهوه بریزیم میتونیم 20 گرم عصاره تا 30 گرم عصاره از اون بگیریم. تفاوتش چیه؟ رنگ تیره تری داره و اسیدیته و بیترنس کمتری میتونیم از ریستریتو دریافت کنیم. ریستریتو به معنای کوتاهه. به نسبت 1:1.5 تا 2 برابر پودر به قهوه اسپرسو گفته میشه. اسپرسو پیچیدگی طعمی بیشتری نسبت به لانگو و ریستریتو داره و اسیدیته بسیار واضح تره توی اسپرسو. لانگو نسبت 1:2.5 تا 4 برابر قدرت طعمی کمتری داره، البته تلخی خیلی واضحه. کافئین در لانگو خیلی بیشتر است و نوت‌های دودی و تلخی دیده میشه. تعریف علمی اسپرسو، ریستریتو، لانگو این میشه. حالا شما میخواین بگین کم‌آب، پرآب، متوسط. مرسی که با ما همراه بودید.